اینجا شهر الماتا بزرگترین شهر قزاقستان و صحنه اساسی تظاهرات و ناآرامی‌های چند روزی پیش است. کوچه‌ها و میدان‌های مرکزی هنوز کم آدم هستند و پاککاری شهر از باقی مانده‌های ماشین‌های سوخته ادامه دارد. بینای حکومت شهر را که سوخت، ماموران میلیسا پاسبانی می‌کنند و گشتنی نیروهای امنیتی در کوچه و خیابان‌ها مشاهده می‌شود. قاسم جمرت توقیف هنگام سخنرانیش که در بسیاری از تلویزیون‌های دولتی مستقیم پخش شد گفت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی که به قبل او برای مبارزه با تروریستان آمده بودند کارشان را اجرا کردند و به زودی می‌روند. برای همین اعلان میکنم که مأموریت اساسی نیروهای پاسدار صلح سازمان پیمان امنیتی دست جمعی با موفقیت پایان یافت. بعد 2 روز خروج مرحلوی نیروهای واحد پیمان آغاز می‌یابد. روند اخراج نیروها نه کمتر از 10 روز را در بر می‌گیرد. نیروهای پیمان تحت رهبری روسیه از جمله سربازان تاجیک هفته گذشته با دعوت رهبران قزاقستان و بعد آن به الماتا و دیگر شهرها آمدند که تظاهرات به ضد بالاروی قیمت گاز مایع به آشوب و خونریزی و برخورد ازدحام با ماموران پلیس کشید. یک ساکن الماتا میگوید پیامد ارسال نیروها برای کشورشان معلوم است. در قزاقستان نفوذ روسیه مستحکمتر می شود. برای همین بسیاری ها می گویند که باید مستقلیت کشور را حفظ کرد و برعکس باید فاصله گرفت. کشور را باید به سمت اصلاحات سیاسی حرکت داد. قاسم جمرت توقیف ادعا کرد که تظاهرات را تروریستان به دست خود گرفتند و خواستند حکومت را سرنگون کنند، ولی تحلیلگران میگویند بینظمی نتیجه مبارزه داخلی اطرافیان رئیس جمهور پیشین نورسلطان نظربایف با رئیس جمهور قاسم جمرت توقیف است که سال 2019 جایگزین نظربایف شد. تظاهرات روز 2 ینور در شمال قزاقستان با طلب پایین آوردن قیمت گاز مایع آغاز یافت، ولی بعداً با شعارهای سیاسی در دیگر گوشه‌های قزاقستان پهن شد و به آشوب و خونریزی کشید. در نتیجه به گفته مقامات بیشتر از 160 نفر به هلاکت رسیدند و صدها نفر دیگر زخم برداشتند. قزاقستان یک کشور ثروتمند و امن‌ترین آسیای مرکزی در تاریخ 30 سال استقلال خود شاهد چنین بحران نشده بود.